سلام، هر کجایی که هستید، در خانه، جای کار یا کرانتین، امیدوارم صحت و سلامت باشید. برعکس دیگر برنامه‌های امروز فقط ویدیوهای شما را می‌بینیم که از هر گوشه و کنار دنیا به ما فرستادید. از کرانتین در روسیه تا وضع مهاجران بیکار که چگونه روزهای خود را سپری می‌کنند. ولی قبل از همه مراجعه صدرالدین نجمی‌الدین آوازخوان شناخته تاجیک را می‌بینیم که او هم حالا قسمی زیادی روزهای خود را در خانه سپری می‌کند. ما در این شهر تورنتو هستیم، فعلا زندگی میکنیم و درستی باور کنید ما را از خانه با آمدن هم نمیمونند و بسیار از شما خواهش میکردم مخصوصا در تاجیکستان عزیزان دل بسیار احتیاطکار باشید و این کسل رو نادیده نگیرید و از همه شما خواهش میکنم که با کرانتین رعایت کنید. هر چندم که در تاجیکستان کرانتین نباشند که شما کرانتین خود را تشکیل کنید در خانواده خود، برای عائله های خود، برای فرزندهای خود و بازم در پناه الله باشید و توصیه دکتران را اجرا کنید. همیشه دستور رو در یک روز 5 بار نه و 10 بار شوید. خداوند نگهبان شما باشد. من همیشه دعاگوی شما هستم. در روسیه بعد از زیاد شدن تعداد گرفتاران بیماری کووید 19 دمای دولتی اجازه داد در کشور وضع فوق‌العاده اعلان شود. پیشتر از این مقامات مسکو دستور دادند که مردم در خانه‌های خود بمانند و وضع مثلا در شهر نووسیبیرسک هم چنین شد. 29 مارت یگان کس نیست در مترو. در این مترو هر ساعت 1000 نفر میبرماده هم مترو در شهر نووسیبیرسک از سبب کرونا ویروس یگان نفر نیست. این یا 2 نفر آدم مونده است تمام. بعد از اعلان کرانتین در مسکو در روز 28 مارت تعداد زیادی از مهاجران تاجیک بیکار ماندند. بعضی‌ها به قول خودشان روز را کار نمی‌کنند و به کارهای خیر مشغولند. این ویدیو هم از مسکو به دست ما رسید. که همین کرانتین ده بیکاری ده دیگه چیکار کردن ما نمیدونیم. مجبوریم که نمی آبخوتا را بریم در همین پرنده ها بتیم که یا گشنه نمونه. کرونا ویروس مانع بازگشت دهها شهروند تاجیکستان از دوبای بعد دوشنبه شد و حال هم بعضی امیدوارند به وطن برمیگردند. فیروز ساکنی باختر یکی از آنها است که میخواهد به تاجیکستان برگردد ولی هیچ راه نمییابد و از طریق واتساپ به رادیو آزادی چنین مراجعت کرد. مسکو مثل سنت پترزبورگ самолет روی کرده مهاجران رو برده است. برای اوس را فکر میکنن و طرفای مثلا دبی فکر نمیکنند. ویزامون امروز دیگه قریب موندگی این مسابقه ویزامون هم بود میشود. برای همون خواهش داریم هواپیما روان کند که ما مثال پیش پدر و مادر و پیش عائله‌مون و پیش زن و فرزندمون رویم. شما هم اگر مشکلی دارید یا در این روزها چی کار میکنید ویدیو بگیرید به ما بفرستید و به شماره که میبینید واتساپ، وایبر، تلگرام و ایمو همش در همین شماره هست. خود را احتیاط کنید و تا دیدار در برنامه دیگر.